وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استواء الله على عرشه. باب استواء الله على عرشه. الاستواء تأتي على معان أربعة. استواء اللغة العربية ده تمام العرب خو، يعني تمام العرب خو عربي که عرب حضرتش استواء به چهار معنا میفهمد. کدوم کدوم معنا میفهمد؟ معنای على استقر ارتفع على، يكمش على نه على فعل ماضي. على يعلو، علو معناش چیه؟ بالا شد. على دوی معناش چی گفتیم؟ استقر استوار شدن، استقرار یافتن. سه معناش ارتفع. سه معناش چیه؟ ارتفع. چهار معناش صعد. چهار معناش صاعده. همش معنای علو. معنای علا معناش یه چی بابا؟ بالا شدن. معنای استقر فلان على دابه. فلان بالای دابه استوار شد. معنای استقرار گرفت. معنای ارتفع بلند شد، بالا شد. معنای صعیده برآمد. همش بالاگی. فهمیدین؟ لغت عربی همین استوا گفته که چیز به چه معنا میاد؟ به چهار معنا میاد. به چهار معنا. برای همین ابن عباس رضی الله عنه تفسیرش انده به اسناد صحیح ورگی اینا به چی؟ ارتفع تفسیر میکنند. انا ابو عبیده صاحب شیبانی رحمت الله علیه اینا به چی کتی؟ عمرو ابن مثنی معنای صعیده کتی تفسیر میکند. برای همین قتاده ابن دعامه از ابو عالی روایت میکرد که معنای استوا تمام لغت عربی به چهار معنا میاد. علا، استقر، ارتفع، صعد. چهار معنا. علا یعلو. معنای علا چی؟ معنای علا بالا. دیدن نه؟ انا اینا یکون تفسیر. فهمیدن؟ انا استواء الله، يعني استواء الله على عرشه استواء الله على عرشه هم معنای میداده است. یعنی استوا گوید مثلا الرحمن علی العرش استوا. من آیات چند قرآن انده 7 موضع انده اومدگی. 7 موضع با علی العرش اومدگی، یعنی معناش چیه؟ هم معنای میتید. یعنی علی العرش استوا معناش که علی العرش، استقر علی العرش، صعید علی العرش، ارتفع علی العرش. هم معناش چی میشه؟ یعنی صحیح میشه. العرش بیت یعنی رحمان، الله رحمان، الله سبحانه و تعالی بالای عرش به یعنی صعیده برآمد، بالا شد، استقرار استوار شد. همین معنای میتید. فهمیدید یا نفهمیدید؟ لیکن میتونه میگفته که بالای عرش به نشست گفته. نه، اعوذ بالله، چیزا ناومدگی. این چیز ناومدگی. آمدگی چیز چی باید؟ یعنی علا بالا شد، برآمد، استقرار یافت. صعیده یعنی صعود، بالا کردن، بالای عرش برآمد شدن. همین معنای میتید. یعنی معنای چی؟ قرآن به 7 موضع به همین آیات اومدگی. نعم بعد از چی شدن؟ یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی عرشه علی الماء. پیش از چی بود؟ و پیش از زمین و آسمان چی بود؟ یعنی حدیثی چی نگفتیم؟ حدیث ابو هریره انده. حدیث ابو هریره نگفتیم که ید الله ملأ صحاء الليل والنهار. و میگوید که الله سبحانه و تعالی میگوید و کان قبل ان يخلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء. عرش بود. عرش چی بود؟ برای همین وقتی که بنی حدیث عمران بن حسین انده بنی وفد اومده بپرسن که یا رسول الله اتیناک لنفقه فی هذا الامر فقال الرسول صلی الله علیه و سلم كان الله ولم يكن قبله شيء. لیکن معه امر الله تعالی مثل عرش مثل این چیزها چی بود. یعنی فهمیدید؟ نه این چیزها مثلا چیزهای خیالیات. این چیزهای چی میگیم؟ یعنی خیال. قرآن دا میگیم 7 موضع به ذکر عرش اومده است که با الله تعالی بالای عرش به.
با چی حاجت خیالت کرده تدخل میکنه اینجا با هم خیلی نمیه نه حدیث بوده رد همیشه گفت که حدیث اگه چی حدیث همین چیز که یعنی عرش بود پیش از زمین و آسمان خلق کردن رسول صلی الله علیه و که و عرشه علی الماء عرش بود عرش بالای چی بود بالای آب بود الله سبحانه و تعالی چی بود الله سبحانه و تعالی عرش بود الله سبحانه و تعالی یعنی چیش میگم این صفت استوا چی است یعنی پیش از قلم بودن پیش از قلم آسمان نعم عرش برای هم قول راجح به عرش از قلم پیش است برای همین قول رسول صلی الله علیه و سلم قول رسول صلی الله علیه و سلم که وقتی که میگوید که اولو میگوید اولنه اولا یا که اولو اولا بل نسکت اول ما خلق الله القلم قال له اكتب یعنی معناش اینه که یکمین مخلوق این چی است قلم است معناش اینکه یعنی وقتی که قلم رو الله تعالی خلق کرد یکمین امری که به قلم گفت بنویس فهمیدید نه فهمیدید معناش اینه که قلم یکمین مخلوق است نویس اول قلم نویس گفت یک بعد از که قلم خلق شد یکمین چیزی که قلم شنید این قول الله تعالی اكتب فهمیدید یعنی پیش از قلم بود مخلوقات ها عرش برای هم قول راجح عرش از قلم پیش است فهمیدید برای همین برای اینکه برای چی میتیم جنده نسبیه میتیم ظرفیه یعنی وقتی که این معنیش اینه که یعنی اگر اولو گیم یعنی یکمین مخلوق نه یعنی وقتی که الله تعالی قلم رو فهمیدید اولو گیم اگر مرفوع کتی بیاد یکمین چیزی که الله تعالی خلق میشود برای من قول راجع ابن ابی العز الحنفی دیگر خود گفتگیشون چیه برای که معروف با اجماع اهل سنت که عرش از قلم چیه پیش خلق کرده شده است پیش خلق کرده شده است نه اما معنی که عرش مثلا پیش از زمین و آسمان که جا بود چی بود عرش بود با حدیث صریح که حدیث ابو هریره بخاری ده و حدیث اینجون حدیث عباده حدیث مراد ابن حسین اینجون بخاری ده عرش که جا بود پیش از زمین و آسمان عرش چی بود موجود بود عرش الله تعالی موجود بود عرش الله سبحانه و تعالی موجود بود